تحسین؟ ملکه؟ چه عجب از این برا؟ هیچی. ملکه با عمو حیاتی یه قرار داشت. قراره مثل دیشب دیوار رو با فال کنترل کنه. واقعا؟ خب در عوض؟ قراره یه خبر تهیه کنم. یه پرونده در مورد خانومایی که اینجا عمل زیبایی انجام میدن. صبر کن. تو عملیات نجات دیشب و به نفع خودت استفاده کردی؟ نفهمیدم. با استفاده از فال پری میخوای از عمومم باج بگیری؟ چه خوناشامی عذاب در اومدی؟ صبر کن ملکه. تحسین ول کن. ببینم چه خبره. برو اونجا. چه خبره؟ برو. خوبی؟ چرا داری گریه میکنی؟ برو کنار. کیش که تو در آورده؟ باشه آروم. برو تا حالتو جلوی بقیه نگرفتم. تو میخوای حال منو بگیری؟ مگه نمیبینی اون شیطون بلا داره حال همه رو میگیره؟ مهمت ساکت شو وگرنه همینجا میندازمت پایین. تو؟ منو؟ خب اگه نتونم، در اصل اگه خودت واقعیت رو بفهمی خودت میپری پایین مردک. باز داره میگه واقعیت. تو از چه واقعیتی حرف میزنی تحسین؟ اون دختره داره همه رو به بازی میگیره، نمیبینی؟ احمق، اون عموته که بازی میکنه، نه اون. عمو؟ آره. ملکه رو تهدید کرد اگه فال ننویسه همه چی رو به خانواده‌اش میگه. ای وای عمو. یعنی عموم دختره رو تهدید کرد؟ منم خیلی سریع بدون فکر کردن به دختر توهین کردم. آره تو احمقی. حالا خودم رو پرت کنم پایین؟ نه ولی میشه از ملکه عذرخواهی کنی. واسش یه کادو بخرم؟ مهمت فقط آدم باش. اون مثل ایکنور نیست. خوش اومدی جیوان. ممنون داداش ناجی، قربونت برم. ارادتمندیم. این پسریه که صداشو شنیدی. طوفان سلام. سلام. خوش اومدی جوون. با یه تلفن که صدات قشنگ بود. یه بار بخون ببینم چی کاره ای پسر. داداش اصلا نگران نباشین، قول میدم پشیمون نمیشید. آره. فقط حواست باشه ناراحتی یا دلخوری نداریم ما. گرفتی؟ اگه استعدادشو نداشتی میفرستمت بری. اگه از استعداد من خوشتون نیومد خودم با پای خودم از این در میرم بیرون. خیلی خوب شروع کن، گوش میدم. ای کاش تو رو زودتر میدیدمت، انقدر درد نداشت. تو مطمئنی این احمق پول پاله داره؟ آره داداش، با چشوی خودم دیدم که گفتم. خیالت راحت داداش، از اون لحاظ مطمئن باش ما اشتباه نمی‌کنیم. خاطر جمع. ایوال به تو. شکریم. انشالله. چطوره داداش؟ داداش ناجی چطور بود؟ یه چیزی به هم بگین.
فوق‌العاده بود. فوق‌العاده عالی. خیلی عالی. یعنی خوشتون اومد؟ آره میشه؟ میشه اونم چه جور؟ مرماگه ستانی جدید متولد شد. خیلی بخشید. جشن میگیریم. یلا. خب چیز دیگه هم هست بخوای برامون رو کنی؟ خیلی ببخشید. ای بابا، به خدا این بچه گوشیشو جواب نمیده بابا. میگم بابا، این پسر خیلی ندیدت پسرم و جاهای بد نبره یه وقت. پسر منم که ساده. کدوم پسر بی خیره من پسر ندارم. مگه میشه تو 2 تا پسر داری؟ یکیش همون خیلی ندیده است که برادر شوهر منه، اون یکیش هم شوهر عوضیم. حتی یکیشون هم خلبان نیست؟ نه چی؟ خلبان؟ اما از خلبان خیلی حرفه‌ای ترن. آره، هم خیلی خوب پرواز میکنن هم خیلی خوب فرار میکنن. وای داماد فهمیده من، چقدر هم خوب حواست به دخترم هست. مادر زنش به قربونش بره. آیه دخترم. خدا لعنتم کنه. سلام. میتونم بشینم؟ فهمیدم. با هم قهری؟ آره مو فرفری. من احمقم. نه بابا، اصلا شک نکن، 100% احمقم. کل شقم هستم. راستش تحسین وقتی واقعیت رو تعریف کرد به هم گفت خنگه به تمام معنا هستم. راست میگه. این همه دارم به خودم توهین میکنم که ببخشیم، هنوز نبخشیدی فرفری؟ ها؟ میدونم، باید میفهمیدم که عموم داره ازت سوء استفاده میکنه.
میدونم حرفایی که بهت زدم قابل بخشش نیست، اما این بارو ببخش باشه فرفری. ملکه کجا داری میری؟ مگه نمیبینی اینجا دارم با تو حرف میزنم؟ مهمت زخمی شده. چی داری میگی؟ دختر تو دیگه کی هستی؟ بده ببینم زخمی شده؟ میمیره ها، یه چیزی بگو، نمیتونه تکون بخوره، میمیره. نه نگران نباش، زخمش عمیق نیست، تکون نخوره خوب میشه. جدی میگی؟ آره جدی میگم. فکر کنم تحسین یه قفس داشت. خیلی خوب، بریم قفس رو ازش بگیریم. وایسا تکلیف من چی شد؟ منو بخشیدی؟ زود باش. ملکه کفشام موند. یالا بریم دیگه. آی چرا نمیاد کیبار؟ چرا نمیاد تا بگه منو ببخش ها؟ چرا نمیاد به این پاهای شکسته من بیفته؟ آبجی دیوار چرا گریه میکنی؟ یه لحظه صبر کن دیگه. به اون زن گفت عشقم. آبجی دیوار بگیرین و بخور، حالا جا میاد. آی اون کبوتره نه؟ چقدر قشنگه، عجب چیزیه. مامان کبوتر بیچاره زخمی. دخترم تو بازم حیوان که گیر میاری خونه؟ ولی مامان کبوتر زخمیه. بابا بزرگ. بابا چایی میخوام. دخترم من چایی میخوام. یه حوله تمیز بده، پهنش کن، جعبه کمک‌های اولیه‌رم بده. دردت نمیاد، نگران نباش، اصلا درد نداره. بعداً میتونی ببینیش، اول اون جعبه رو باز کن. وای از صبح تا حالا همه جا رو تمیز کردم، به خدا الان قش میکنم. از همون ببرش بیرون. مامان نمیبینی که زخمیه؟ حیوان بیچاره گناه داره. گناه داره؟ واسه نامزده تعریف کنم این بار چندمه ها؟ گرگ میاره گناه داره، پرنده میاره گناه داره، همه اینا گناه دارن به خدا. چی کار کنه؟ خیلی مهربونه. آره یکی بود حالام شدن دوتا. اینجوری نگام نکن. من دلم نمیسوزه. اون کبوتر رو فوراً از اینجا ببر بیرون. اما مامان کذیبه عزیزم، الان این پرنده زخمیه، نمیشه، یه بار نگاش کن، گناه داره. خب چی گفتی؟ گفتم که الان این پرنده زخمیه، نمیشه مامان کذیبه جون. وای عزیزم، من قربون اون دهنت برم که انقدر خوشگل صدا میکنی، گل سرسبد همه دوماده، ولی نمیشه. نه نمیشه. همین الان فوراً این حیوانو از همون میبرین بیرون. یالا. گول نخورد. خوشگله. فرفری؟ عجب
مگه میشه 24 ساعت به خاطر یه مرد گریه کنه؟ اصلا حالمو خراب کرد. اوه خدا جون. اوه 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 اوه. کیبار چی کار میکنی؟ هیچی، نشستم اینجا شازده. معلومه خسته ای؟ دیوا چطوره؟ وای وای وای، تمام روزا گریه کرد. به اون زنه میگفته عشقم، وای به اون زنه گفته عشقم. اگه یه بچه بود خسته میشد میگرفت میخوابید، اما این اصلا یه لحظم ساکت نشد. میگم انگاری ملکه و مهمت. چیه؟ این چیه کیبار ها؟ فهمیدم. چطوری فهمیدی؟ کیبار انقدر دیگه میدونم، خودم دکتر عشقم. مامان منو ببین، تو داری یه کارایی میکنی، کاری که با هم دیگه جوشن. نه خوبه ممکنه از یه سری فرصت ها استفاده کرده باشم تا ملکه رو بیارم بیمارستان تا کنار مهمت بمونه. پس که اینطور. اونهاش اومدن. چی؟ دختر امان از دست تو. اون عکسی که درست کردی چی بود آخه؟ خب چی کار میکردم؟ مامان عکس دوتایی خاص درست نمیکردم ها؟ نه خیلی خوب باشه، ولی نتونستی درستش کنی. آدم یکم تلاش بیشتری میکنه. ای بابا اینو باش. وای وای نمیگه زشت افتادم، میگه یکم تلاش میکردی. اون قفس عتیقه من نیست؟ چی؟ همون که ارث جدمه، هدیه کاخ. نه بابا، نکنه عصبانی شدی؟ نه چرا عصبانی بشم؟ اگه تحسین بفهمه قفسشو برداشتیم بیچاره میشیم. خب چی کار کنیم ها؟ صبح خواهرتو انداخت تو استخر چون رو مبلش نشسته بود. من عمرن با این قفس برم خونه. ای جونم دخترم خوشگله. این دختر کجا بوده؟ دختر من نازه. باباش میترسه اونو ببره خونهش. بابا جونت از تحسین میترسه. یه لحظه یعنی من بابای این پرنده؟ خب اینجوری گفتم که ازمون نترسی. نمیدونم. اون عکس رو دیوار، این که بابای پرندم. دارم کم کم ازت میترسم. آره دیگه، خودت گفتی خونه شامم، یادت نیست؟ اوهو ای بابا، یعنی میخوای متلک بارم کنی؟ والا فکر کردم که منو بخشیدی، ولی کارش نمیشه کرد. زنی دیگه، هرگز فراموش نمی کنی. آره عزیزم میبخشم، ولی یادم نمیره. زن دیگه، کاریش نمیشه کرد. عجب رویی داری به خدا. شیطون بلا، خدایی تو خیلی باحالیه. آی اگه به نظرت من با این کارم باحالم، پس زندگیت واقعا خیلی داغونه نه؟ نمیدونم، ولی خیلی وقت بود انقدر بهم خوش نگذشته بود. اسمشو بذاریم فرفری؟
داداش ناجی؟ تو کی هستی مردک؟ خونه من چی کار میکنی؟ داداش مگه اینجا خونه توه؟ قرار بود خونه داداش ناجی باشه. ناجی خره کیه؟ خدایا خدایا بیا اینجا، فرار نکن، بیا اینجا، بایستا حالیت کنم. احمد ولش کن بذار بره. چی کارش داری؟ اگه مردی احمد ولش کن بذار بره. احمد هی بابا، خدایا بگم چی کارت کنه طوفان. آدم یه زن که میزنه. الو پسر بابا، معلومه کجایی؟ چیز راستش مامان جون، من تو آفیونم. خب پسرم چرا زنگ نزدی؟ رفتی محضر؟ راستش من مامان دارم میرم مامان. ببین تا سندو نگرفتی پولو نمیدی. فهمیدی چی گفتم؟ وگرنه میدوزه و فرار میکنه. باشه مامان نگران نباش. خدافظ. اهل این خونم که انقدر میخوابن انگار تخم گذاشتن. لنگ زهره، انگار نه انگار که شب خواستگار میاد. ولی ماشاءالله دخترای من اصلا با سنشونم تکون نمیدن. جنت دخترم، جنت چیه ماما سر صبحی هی داری میگی جنت چیه؟ دخترم ملکرم بیدار کن، بیا این صبونه بخوریم. بعدش هم باید همه جا رو تمیز کنیم و شیرینی درست کنیم. کلی کار داریم. اوف باشه. اینو باش. آها به خاطر عشق یه پرنده فرار کرده و رفته. من دارم چی کار میکنم؟ ما اینجا آره اینجا خوابمون برده بود. مامانم خیلی وقت بیدار شده. واسه خواستگاری هم حتما خیلی هیجان زده است. حتما قلم پامو میشکنه. خواستگاری در کار نیست. اگه میخوای با هم بیای بیمارستان 10 دقیقه بعد آماده باش. ای کاش از اول میدونستم که نامردی، قلبمو بهت داده بودم ولی تو شکستیش. آره برنده این میدونی که من تو شکست خوردم هم خوش اومده، صفا آورده. دکتر عاشق ما زد و فرار کرد. شما مردا چه جور آدمایی هستین ها؟ اگه به جای عمل کردن به نصیحتای تو میزدم سرمو میشکستم خیلی بهتر بود. ببین به چه حال و روزی انداختین منو. دژاوو. میخوای بازم بقیه رو مقصر کارات بدونی. اون آدمم به ناراحت کردن تو ادامه میده، ولی بیخیال نمیشی و به دوست داشتنش ادامه میدی. داد میزنی، سر و صدا میکنی،
ولی به دوست داشتنش ادامه میدی. علی رغم اونو دوست داری. خدا بگم چی کارتون نکنه. جنت گفت تا مامانم نفهمیده برو بیارش. مرغای عشق. این چه شده دختر؟ میبینم که عصبانیت داره از همه جاش میباره. چرا اینقدر عصبانی بود ها؟ ارزش داشت اون قفسم ببری؟ معلومه که نه. ارزششو نداشته. اون چرا اینجوری بود ها؟ هیچی. فقط یه مسئله کوچیک در مورد قبول کردن داره. نمیدونم آبجی کی بار میشه تو بپرسی؟ من بپرسم؟ نه بابا، از دست آدمای عصبانی کلافه شدم. را بیفت ببینم. بیا. میگم اونی که تو دستش بود پرنده بود ها؟ من به پرنده حساسیت دارم. فوراً از خونه من ببرش بیرون. ببرش بیرون. راستش این دیوا از دیروزه که داره هی گریه میکنه. همش داد میزنه که آی حیاتی خونت خراب بشه آتیش بگیری. چرا بزنه گفتی عشق من؟ اما کافیه من باش درگیر نمیشم. دختر تمام شب با مهمت چی کار میکردیم؟ آبجی کی با؟ را بیفت. بیا. فرمانده گزارش میده روز 4 عملیات آلمانیا مهمت با یک کبوتر نامرسون و دختره شب و صبح کرد. اصلا هم دست از قفس بر نداشتن. رازهای مربوط به زنی که اسیر شده ادامه داره. بیا دختر چی کار کردین؟ همدیگر رو بوسیدین یا نه؟ ای بابا چرت نگو آبجی. مامانم که نفهمیده. نه بابا نذاشتم اصلا بویی ببره. به خاطر خواستگاری امشب داره کیک و شیرینی و همچین چیزا درست میکنه. خواستگاری در کار نیست. جنت کی بار اومده؟ دختر برو دیگه برو. هی کیبار هر وقت کار داریم تو غیبت میزنه. زود باش باید خمیرا رو آماده کنیم. جنت ملکه رو بیدار کن دخترم داره دیر میشه. این دختر چقدر میخوابه. زود باشین یالا بیاین. دیوا به پرنده حساسیت داره. میگه ببرینش بیرون. باشه. دیشب با ملکه خوابمون برده بود. تو یه دستمون بود. تو یه دستم حلقه ایکنور. اینجوری بیدار شدم. تو کدومشونو میخوای؟ این چه سوالیه؟ من نامزد دارم. من به ایکنور یه قولی دادم. خب کدومشونو میخوای؟ ول کن دیگه تحسین. اصلا نباید با تو حرف میزدم. من جوابمو گرفتم. وجدان، منطق، قلب. یک مثلث مرکز. دیوا حساسیت داره. میبرمش بیمارستان. داداشت زنگ زده؟ چطور؟ خواستم بدونم کار خونتون تو دهات چی شد. با عمو جونم رفتن محضر. مامانم گفت تا یه هفته دیگه میرن دهات. خوبه؟ زود باش بریم.
نگران نباش، به زودی از شرمون راحت میشیم. امری بود فرمانده؟ سروان رمزی، زنی که خونه بغلی اسیر شده باید یادت بیاد کی بود. تو حتما اونو دیدی. اون عشق منه. عشق تو؟ کی عشق توه؟ عشق کیه؟ سروان رمزی، باید اونو به خاطر بیاری. این متحدین خرابکار به زور این زنه رو اسیر گرفتن. شاید اون بی وجدانا عشق تو هم به قل و زنجیر کشیده باشن. چی؟ لعنتیا، متحدین، قل و زنجیر، بی وجدانا به من میگن رمزی. رمزی کی؟
مهمت، آقا حیاتی گفته بود اجازه گزارش رو میده. قرار بود با ایکنور خانومم حرف بزنه. برو از خودش بپرس، اتاقشم بلدی. بده من، میبرمش تو اتاقم. ولش کن، از ترس تو داره همه پراش میریزه. در ضمن کسی هم اینو نمیخواد، بدش به من. نه من میخوام بذارمش تو اتاقم. باشه بگیرش. آی سونا جون سلام، چه بی صدا اومدی. عروس گلم سلام، تو اومدی؟ بیا بشین، بیا ازم. پسرمو دختره کی بود؟ به خدا خیلی خوشگل بود. به تو چه انگین، به تو چه؟ خب چه بدونم، شنیدم داشتید بحث میکردین. در ضمن ایکنور دختر خالمه، گفتم اگه چیزی هست منم بدونم. چیزی نیست که به تو ربطی داشته باشه، تو به کارت برس. در ضمن اونم دوست منه. کل قضیه همینه. پس حالا اشکالی نداره که من مخش رو بزنم، نه؟ یهو کجا رفت؟ وسط بحث همینجوری میذاره میره. بالش شکسته. پریهان خانمم حساسیت داره، دلم نیومد آوردمش اینجا. تازه من عروس شما نیستم، فهمیدین؟ خب بگذاریم، همینطور باشه. پری من چطوره؟ حالش خوبه؟ میخوای که چطور باشه؟ پریهان خانم حبسه. فکر کنم به سونا خانمم گفتین عشقم. بیچاره داره هر روز گریه میکنه. وای نگو، وای تفلکی، وای پری جون من. خب چی میگه الان، چی میگه؟ والا من نمیدونم، اصلا باهاش حرف نزدم. تازه روم نمیشه برم پیشش، فکر میکنه خیانت کردم. حقم داره. خب بیا یه کاری بکنیم دخترم ملکه. تو فقط فال امروز پری منو بنویس و به حرفای این اونم گوش نکنیم، باشه؟ فقط بنویس که تنها عشق تو بولیشون شما هستین، بقیهش اصلا مهم نیست. من مینویسم نگران نباشین. آها آقا حیاتی، من امروز دفتر روزنامه نرفتم، میشه با ایکنور خانم حرف بزنی؟ آها ببخشید. بله مامان جونم. ملکه چی کار میکنی مامان جون؟ دارم کار میکنم مامان. چیزی شده؟ دخترم من سینیا رو دیدم، اینا اصلا به درد نمیخورن مامان جون، همشون قدیمین بابا. اونا عتیقه رفتی آلمان اما بازم یاد نگرفتی. دخترم ببین اومدی یه سینیه براق و خوشگل و نقره‌ای آلمانی برای قهوه بخر بیار، باشه شب موقع تعارف کردن قهوه آبرومون نره دخترم. آره مامان جون به نظرم خیلی هم زحمت نکش. چیز شده، مهمت براش یه کار فوری پیش اومده، واسه همین نمیتونه که خواستگاری بیاد. چی؟ دختر من میکشمت. یعنی چی نمیتونه خواستگاری بیاد؟ دخترم خواستگاره تو امشب باید بیاد. اما مامان جون چی کار کنیم؟ خب کار مهمی داره دیگه. من این حرفا حالیم نمیشه، باید امشب بیاد. پول داره، رسم و رسوم حالیش نمیشه. آره اگه امروز خواستگاری برگزار نشه من خودم دهن همشون رو سرویس میکنم، فهمیدی دخترم؟ سرویس میکنم. سلام، روز بخیر خانم، حال شما خوبه؟ بنده عموی مهمت هستم، حیاتی چیران. بله خوشحالم از آشنایی با شما. هنوز قسمت نشده هم دیگر رو ببینیم، اما ایشالا با هم دیگه ملاقات میکنیم. خوبه. آها، دختر شما تو بیمارستان ما داره خبر تهیه میکنه و ناخواسته حرفاتون رو شنیدم. شما به جوونا توجه نکنین، اونا درگیر مشکلات زندگی خودشون میشن، بعدش هم تو کارهای مهم خودشون کوتاهی میکنن. اما شما اصلا نگران نباشین، ما طبق آداب و رسوم به خدمت شما برای خواستگاری میاییم. راستی اگه موقع اومدن چیزی از ما میخواستین ما براتون بیاریم. سرکار خانم، یعنی اصلا زحمت نمیشه. خوبه، فقط دوماد و واسمون بیارین همین. آها باشه، قطعا معلومه که میاد، اصلا نگران نباشین، این قضیه حل کاملا. ارادتمندم قربان. روز بخیر. اما نداریم. ببین تا زمانی که پری من تو اون خونه مخفی شده نباید یه مادر زن عصبانی از داماد داشته باشیم، مگه نه؟ ولی مهمت حاضر نیست بیاد خواستگاری. بابا مهمت هیچ وقت نمیدونسته که چی میخواد.
ولی من بهش اطلاع میدم. اصلا نگران نباش. تا اونجا هم که میام یه سری به پریم میزنم دیگه. خیلی دلم تنگ شده واسش، میدونی دیگه. خیلی دلتنگش شدم. خب تو به این چیزا فکر نکن. خبر تهیه کن، فال بنویس، بقیه‌اشم بسپار به خودم. من میرم این موضوع رو با ایکنور حل کنم، بعد میام. باشه؟ باید فالو بنویسم. فالو خبرم تهیه کنم. توپلی. مهمت خبریه؟ تعجب کردی؟ آخه فکر میکردم نمیای. چرا؟ مگه نامزد نیستیم؟ آخه از دستم عصبانی بودی نه؟ آره عصبی بودم اما خوش اومدی. خیلی خوب شد که اومدی. اگه نمی اومدی من می اومدم معذرت خواهی میکردم. نباید فضولی میکردم. میدونم. موافقم. میدونی که از این کار اصلا خوشم نمیاد. خب میدونم ولی تو جای دیوار رو ازم مخفی کردی. تو هم گفتی بیا فضولی کنم، همینطوره؟ مقصرم. آره میدونم. دیگه هم تکرار نمیشه. هرگز تکرار نشه، وگرنه عاقبتش خوب نیست. من زور چیه که خوب نیست ها؟ ایکنور، تنها چیزی که میخوام بگم اینه. ایکنور گوش کن. من نمیخوام ناراحتت کنم. خواهشاً مجبورم نکن. باشه؟ باشه. من دیگه میرم. تو که تازه اومده بودی. این موضوع خیلی ذهنمو درگیر کرده بود. خواستم حلش کنم. مریضا منتظرن. باشه. روز بخیر. روز بخیر. عمو جون خبریه؟ ها؟ آره من اومده بودم با ایکنور در مورد پروژه خبری ملکه حرف بزنم. تو داری اینجا چیکار میکنی؟ مگه تعجب داره؟ اومدم نامزدم رو ببینم. آها خوبه. پس شب موقع رفتن واسه اون یکی نامزدت شکلات و گل بخر پسرم. باشه میریم خواستگاری. چی؟ مامانش همینطور میخواد دیگه. دختره رو خواستگاری میکنیم. مهمت اتاق ایکنور کدوم بود؟ یه لحظه واسه من پیداش کنم الان میام. عمو جون این دیگه زیاده رویه. این زیاده رویه. ایکنور؟ خیره شوهر خاله. خیره دخترم خیره. آره میدونی که من مستقیم میرم سر اصل موضوع و حاشیه نمیرم. میدونم. بفرمایید. خب حالا ملکه قراره یه نوشته دنباله دار یا یه فیلمی یه چیزی تو همین مایه‌ها تو بیمارستان ما تهیه کنه. میدونی؟ خب اگه تو این موضوع رو قبول بکنی منم به دادن تبلیغات به تو ادامه میدم دخترم. چی؟ خب خودت شنیدی دیگه. دختره میخواد خبرنگار بشه. اما اینجا یه نوشته فالوها هست که میخواد ادامش بده. یعنی چی که میخواد خبرنگار بشه؟ اون دختره اصلا نمیدونه خبرنگاری یعنی چی. خب مهم نیست دیگه عزیزم. حرف خیر رو نمینویسه، تموم میشه و میره. این دختره عجب مار خوشخط و خالی بوده ها. چون اجازه ندادم رو پرونده جراحی زیبایی کار کنه میخواد ازت استفاده کنه نه؟ خب نه اصلا اینطور نیست. دوز و کلکی در کار نیست. من ازش خواهش کردم. آره بالاخره اونم عروس من محسوب میشه دیگه. منظورتون از عروس چیه؟ آها چیزه دیگه. میدونی اصلا فرقی بین تحسین و مهمت قائل نیستم. آره البته. آره دیگه ما نمیخوایم وقتی یکی از عروس همون یه مدیره بعد اون یکی عروس دیگه‌مون فقط یه فال نویس ساده باشه. خودت میدونی دیگه مگه نه؟ به 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 چه عطر و بویی. به به چه عطر و بویی. شیرینی داریم شیرینی. کلوچه داریم کلوچه. بفرمایید کلوچه. من چقدر ایول این کلوچه. حالا همونی که میخواستم شد.
به آرزوها میرسم. به این محشر دوست که میخواستم. من دارم واسه تو میخونم. بفرمایید شیرینی. دخترم بفرمایید میخواد کلوچه. دهنتون رو شیرین کنید. دن 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 ماما من دارم میرم استخر. سلام، خوبی؟ داری چی کار میکنی؟ ببخشید، یادت رفته بود که به هیچ دردی نمیخوری و بیرونت کردن. نه خیر، خواستم امروز تو خونه بشینم و بنویسم، اما ظاهراً ممکن نیست. آها، میخواد بنویسه. چه گل پسریه این. اینو یادت نره. بزن در رو، بزن در رو، بزن در رو. هر کی تو رو نشناسه فکر میکنه که با پولیتسر داری مینویسی. تو پولیتسر رو چطوری میشناسی؟ چی؟ تو پولیتسر رو میشناسی؟ تعجب کردم واقعا. جدی میپرسم چی مینویسی؟ یه مطلب در مورد عشق علیرغم غم، در مورد کسایی که عاشق آدمایی میشن که زجرشون میده. من میدونم چی میگن. یه آدمی زنه رو اذیت میکنه، زنم خیلی دوستش داره، از اینا خیلی زیاده. آره میدونم. خب یعنی تو از اونا نیستی؟ معلومه که نه. من با درد عشق و این چیزا کاری ندارم. ممکن نیست اصلا. خب پس تو چی میخوای؟ خب چه بدونم، من مثل شوهر خواهرم مهمت کول باشه، مردایی که پولدار باشه و طرز فکرشون هم خیلی مدرن باشه. از این جور چیزا میخوام. اما اونا تو رو نمیخوان، به اینش هم فکر کن. دیوونه. مریض اتاق 101 چهارمین عمل زیباییشو انجام داد. اگه اسمشون ذکر نشه حاضره باهاتون صحبت کنه. مریض اتاق 107 پوستشو آیسون؟ این خانم کیه؟ ملکه خانم در مورد جراحی زیبایی دارن پرونده میسازن. خبرنگاره؟ آره. خیلی خوشبختم. منم خوشبختم. بیا کارت دارم. چی شده؟ گفتم بیا کارت دارم. چیزی شده پسرمو؟ انگین مهمه. بیا بریم. مگه نگفتم خواستگاری در کار نیست؟ نگفتم؟ بهت نگفتم خواستگاری در کار نیست؟ آره گفتی. خب پس چرا عمومو راضی کردی که بیایم خواستگاری؟ نه من هیچی نگفتم. نگفتی؟ آره؟ پس چرا عموم بهم گفت که امشب میایم خواستگاری تو؟ آها اون قضیه اینطوریه که کافیه دیگه، کافیه. هرچی که شده از این کارات خسته شدم دیگه. منو ببین، این قضیه جدی شده. من یه زندگی راحت داشتم، رابطه عشقی و منظم خودمو داشتم. تو اومدی گند زدی به همه چی، ولی دیگه کافیه. گوش کن، دیگه بیشتر از این نمیتونی منو بازیچه خودت کنی، فهمیدی؟ بازیچه همه دروغا و بازیات شدم، هر کاری خواستی کردم، اما دیگه داری خیلی زیادش میکنی. بسته دیگه، بسته، شنیدی؟ بسته. خسته شدم از بس ادای آدمای معصومو در آوردی. خواستگاریم نیا. اگه بیایم من خونه رات نمیدم. اون همه دروغ به مامانم گفتم، یکی دیگه هم روش. چی میشه؟ ببین منو مهمت چیران، من از عمود نخواستم که تو رو راضی کنه تا بیای. من به دیوان نگفتم تا بره دم پنجره. من به عمود نگفتم که واسه این که همزمان دوتا زن رو اداره کنه این همه دروغ بگه و کلک بزنه. فهمیدی چی گفتم؟ اما در کل از این قضیه استفاده کردی. آره کردم.
من بهانه داشتم، رویا داشتم، خواسته هایی داشتم، خونواده داشتم. بهانه تو چی بود ها؟ بگو. از ارث محروم می شدی؟ پول تو جیبیت قطع می شد؟ بهانه تو چی بود که اینجوری بازیچه ی عمود شدی؟ بگو. تو هیچی رو نمیدونی. میدونم که زیادی بزرگت کردم. خوب میدونم. آها مهمت، با ایکنور حرف زدم پسرم. قضیه ملکه حل شد دیگه. خوبه. مهمت چی شده پسرم؟ چرا اینجوری شدی؟ دیگه چی بشه؟ من به خاطر ارثیه تو بازیچه شدم. دایگو؟ بله آقا مهمت. اتاق عمل حاضره؟ منم داشتم بررسی میکردم. خوبه، بیا بررسی کنیم. حتما. ملکه؟ چی شده دخترم؟ چی بشه؟ خسته شدم از بس طوری رفتار کردم که شماها میخواین. اشتباه بزرگو تو کردی. مهمتم شد آلت دستت. اما چرا همیشه من آدم بده میشم؟ این که من بزرگترین اشتباه رو کردم قبول دارم، ولی در مورد این که اون آلت دست من شده. یه لحظه بیا ببین. میبینی؟ این بودجه بیمارستانه که مهمت سالهاست تلاش کرد از دستش نده. اگه این دیوار رو مخفی نکنه این بودجه رو از دست میده. نفهمیدم. دخترم اگه سونا بفهمه که من بهش خیانت کردم بیمارستان رو از ما میگیره و این بودجه هم از بین میره. یعنی تمام چیزایی که این همه سال مهمت به خاطرش زحمت کشیده نابود میشه. پس به خاطر این حمایتتون کرده؟ به خاطر این بچه اون داره همه چی رو تحمل میکنه؟ خب میخوای که با یکی از این بچه ها آشنات کنم؟ شاید از اونم بتونی خبری تهیه کنی. میخوام. بیا. علی چطوری شیر پسر؟ من خوبم. اما حیاتی این خانم کیه؟ سلام علی جون، من ملکم. خوشبختم. علی، داداش مهمت تو رو درمان میکنه؟ نکنین عمو جلیل، قول میدم کرایه رو بدم. تو به بازیت ادامه بده. حداقل یه هفته ای دیگه پسرمو از بیمارستان مرخص میکنم. آواره خیابون میشیم. یه ذره انصاف داشته باشین، نکنین اجاره رو میدم. علی، میشه یه چیزی ازت بخوام؟ اینو بده به مامانت، بگو واسه اجاره خونه است. چشماتو ببند، دستتو باز کن. منو ببین. اگه اینو بدی به مامانت خیلی خوشحالم میکنی. اومدی؟ زود اومدی یا؟ واسه خواستگاری به مامانت کمک میکنی؟ خواستگاری تموم شد تحسین. باید با دیوا حرف بزنم.
تحسین، من نمیخوام با این خبرنگار خائن حرف بزنم. بگو زود از اینجا بره، من باهاش قهرم. باشه میرم، ولی قبلش باید باهات حرف بزنم. تحسین، میشه به این خبرنگار آدم فروش بگی بره؟ نمیخوام باهاش حرف بزنم. دیوای من، ملکه خوشقلب من، بهتر از هر کسی تو درکم میکنی چرا ازت خبر تهیه کردم. درک کنم؟ چرا؟ چون من عاشق مهمت شدم. مهمت خودمون؟ همونطوری که تو عاشق توپلی شدی. خب ولی اون حتی منو نشناخت، اما من همیشه عاشق مهمت بودم. به خاطر این که بتونم اینجا زندگی کنم به خانوادم دروغ گفتم که من با مهمت نامزد کردم. وای تحسین، تو هم شنیدی؟ این دختره به خاطر عشقش چه دروغایی گفته. چه پیشنهادی براش داری دکتر جون؟ زود باش کمکش کن، زود باش، یه راهی پیدا کن، زود باش، واسه این بیچاره یه راهی پیدا کن. این بیچاره چی کار کنه؟ قضیه رو دراماتیک نکن، بذار توضیح بده. خب روزی که تو رو آوردن اینجا، خانوادم از آلمان اومدن. بعدش به مهمت گفتن داماد. منم واسه این که مهمت دروغمو قبول کنه قبول کردم که بفروشمت. خب کیو میخواستی بفروشی؟ حق داشته منو بفروشه دیگه. به نظر منم همینطور. تو ساکت باش. ناراحت نشدی؟ عصبانی نشدم کوچولو. به خدا منم بودم خودمو میفروختم. خب مهمت از عشقت خبر داره؟ نه، مهمت خودش نامزد داره. نه، واسه همین عشقمو پنهون کردم. اما به من که گفتی. من خیلی کنجکاوم بدونم چرا این کارو کردی. آره، چون که ملکه زیبای من، تو به من اعتماد کردی و من بهت خیانت کردم. گفتم که رازمو بهش بگم اگه خواستونم به من خیانت کنه. اگه میخوای این کارو بکن، شاید که بی حساب بشی. کردی، ولی من نمیتونم بکنم. بیا اینجا کوچولو. هرگز تو رو به اون آدم بی احساس نمیفروشم. تو به هم اعتماد کردی، بی حساب شدی. پس از این به بعد که گاهی میام پیشتون درد و دل کنیم ها؟ معلومه درد دل میکنیم دختر. وای دوست کوچولوی من، دوست معصوم من. تحسین، میشه فال روزانه ی دیوار رو بخونی؟ انگار امروز روز حساب کتابه. همه باید بدیهای وجدانشون خلاص بشه. به نظر منم. متولدین دوقلوها، سیاره مبارز مارس وارد برج دوقلوها شده. الان وقت پاک کردن اشکاتونه و تقاصتون رو بگیرید. از کسایی که ازتون داده حساب بگیرید. مثلا اون آدمی که شما رو غصه دار کرده، اگه یه عالمه گل روزم زیر پاتون ریخت، نبخشیدش. به جای گریه اشک اون رو در بیارید. نه با تهدید، با محروم کردنش از خودتون. اگه شما رو نبینه، با پای خودش میاد در خونتون. زود باشین دوقلوها، وقت نشون دادن قدرتتونه. یالا من الان چطوری باید برم خونه؟ قصه نخور.
بیا از اینا بخور. نه بخور حالت جا میاد. بخور. وای بازم مامانم زنگ زده. کدوم گوری هستی؟ ایشالا ذلیل بشی طوفان. چرا تلفن تو جواب نمیدی؟ الان اگه به اون عموی خیر ندیدت زنگ بزنم صدای اونو بشنوم به خدا تا شب حالم بد میشه. نمیتونم جلوی خودمو بگیرم. جلوی خواستگارا حالم خیلی بد میشه به خدا. دختر بعد این همه کار مهمت نمیخواد بیاد؟ ای بابا. ایکنور میدونستی اون دختره اینجا خبر تهیه میکنه مهمت؟ ایکنور یکم آروم باش. نمیتونم آروم باشم. عموت اومد منو تهدید کرد. اگه اون تو کار من دخالت میکنه تو هم تو کارش دخالت کن. اون دختره رو رد کن. فهمیدی؟ میفهمی داری به من چی میگی؟ آره قشنگ میفهمم دارم چی بهت میگم. دختره رو رد کن. حرف من اینه. ایکنور بازم داری همون کارو میکنی. آخه دیوونه شدم. دختره دوست صمیمی تو فریب میده. به نامزدتم تا بخواد اهانت میکنه و تو اونو به من ترجیح میدی. اصلا متوجه نمیشی که بهت گفتم که واسه من 3 چیز خیلی مهمه. حد تو بدون، مدیریتم نکن، قرم نزن. ولی عموت اومده بود و عمومو ول کن. من عموم نیستم و تو هم خاله سنت نیستی. به خودت بیا. حالت خوبه دختر خاله؟ میخوای بریم یه قهوه بخوریم؟ شب بخیر. امروز حالت چطوره؟ شب بخیر آقا مهمت. شب بخیر داداش مهمت. امشب توپی. پس توپی شیر پسر من. نری و یادت برم. دیدنم بیای باشه؟ البته که میام داداش. اگه شما چیزی لازم داشتین بدون تعارف به هم زنگ بزنید. ممنونم. شما خیلی آدمای خوبی هستین. خدا خیرتون بده. فقط خواستم این انگشت رو به صاحبش بدم. کی اینو داد به شما؟ یه دختره مثل فرشته ها بود. داد که اجاره خونمونو بدیم. از دست تو ملکه. ملکه پس چرا اینا اینقدر دیر کردن؟ ملکه یه زنگ بزن ببینم کجان آخه. زنگ زدم مامان هنوز تو اتاق عمله. دختر چقدر میخوای دست به سرش کنی آخه؟ مامانت همه جا رو به آتیش میکشه. معلومه میکشه. خیلی به مهمت فشار آوردیم. دیگه نمیشه کاری کرد. ای بابا خب این مهمت میومد خواستگاری میکرد دیگه. چیزی که ازش کم نمیشد. همه چیه به خاطر اون بچه ها تحمل میکنه. من دیگه نمیتونم چیزی از مهمت بخوام. حمایت ازش تو این موضوعات مسخرم وظیفه منه. الهی قربون فرشته کوچولون برم عزیزم. ملکه یه بار دیگه هم زنگ بزن ببینم. زود باش. زنگ زدم مامان هنوز تو اتاق عمله. سروان رمزی هنوز یادت نیومده که زن کیه؟ متاسفانه.
بالاخره اومدی. من یه بار ببینمش میام. عمو جون، لااقل گل و شیرینی رو میدادی. پری جون، من اومدم. خب توپولیت اومد دیگه. دست درد نکنه. واقعا دلت واسه من تنگ نشده؟ خوب میدونه چه گلی دوست دارم. ها؟ اونا رو بذار خودت برو حیاتی. خب پری جون، وگرنه داد میزنم فرمانده بیاد ببرتت. اون موقع میبینی که چطوری باید بری. برو دیگه. حیاتی با گل و شیرینی رفت تو، ولی بدون گل و شیرینی اومد بیرون. خب ها؟ گل و شیرینی چی شد؟ خب ولش کن پسرم، بیا. اوفمو امان از دست تو، دیگه دارم دیوونه میشم. ملکه دخترم به دوماد زنگ زدی یا نه؟ هنوز عملش تموم نشده. اگه من به جای دوماد بودم از خواستگاری پشیمون میشدم. ول کن دیگه، کسی به هی نگو زنگ بزن. زنگ بزن ملکه، زود باش. زنگ زدم مامان جون جواب نمیده. والا دلم گرفت، حالم خیلی بد شده. پسرم نیست، دومادم نیست. بابا هنوز تو اتاقتی؟ جنت، انگار خواستگار اون میان. وای خدای من، اینا چشون شده. بازم زنگ بزن. بابا بزرگم باز رفته بیرون؟ گل و شکلات رو دادیم به دیوا، به یه انگشتر و به یه کبوتر. آیا تو رو میدم؟ ولی تو نمیخواستی بیای. در واقع من از خودم عصبی بودم، زیاد به تو گیر دادم. تو بازم منو میبخشی ملکه؟ نه، در واقع تو باید منو ببخشی. من بعد از شنیدن قضیه یه بچه خیلی از دست خودم خجالت کشیدم. تازه بازم اومدی. حالا که داریم یه بازی میکنیم، مامانتو ناراحت نکنیم، مگه نه؟ زود باش، بیا تو. بیا دخترم فرفری. شب بخیر. ببخشید ولی این منم که دومادم. بله درسته. باشه عزیزم، خب تو رو هم بغل میکنم. داماد جونم، مگه تو اتاق عمل نبودی ها؟ پرواز کردی اومدی اینجا؟ ببینم اون پرنده شپی شیرم با خودت آوردی. بریم تو دیگه. بفرمایید. اگه میخوان دختر آلمانی رو واسه مهمت خواستگاری کنن، چرا گل و شکلات تو این خونه رفت ها؟ چرا پرنده صبح رفت و شب برگشت؟ دیشبم اصلا از پرنده جدا نشدن. سرهنگ رمزی خیلی معما تو این قضیه هست، خیلی معما. من به داخل نفوذ کنم فرمانده؟ فکر خیلی خوبیه. والا ما هم مشغول کار و زندگی هستیم دیگه. اول قهوه هامونو بخوریم، بعد میریم سر اون موضوع صحبت میکنیم. آره. برو قهوه بیار. ای دختر. شیطون بلا، حتی منم میدونم که الان باید قهوه درست بشه. چیزه، پس برم قهوه رو درست کنم.
بالاخره فهمید. میدونی دختر ما خجالتیه، من برم بهش کمک کنم. من باز میکنم. من باز میکردم. شما بی خود زحمت نکشید. بابا بزرگ. عروس اینا اومدن خواستگاری جنت ما واسه این آقا؟ اگه قسمت باشه چرا که نه؟ چی میگی شوهر خواهر؟ چه قسمتی؟ قسمت منی متقلبه؟ تیپشو ببین اصلا به من نمیاد. درسته. واسه اولین بار با تو هم فکرم گل دختر آلمانی. اوکی. ها دارین چیکار میکنین؟ قهوه. آره. ملکه بیا دختر. چی شده دختر؟ این نمکو بگیر. بریز تو این. دختر بریز توش. آره بریز یکم بیشتر بریز. ای بابا چقدر خنگی تو. صبر کن حالا نشونت میدم تحسین. ببین قاطی نکنی، این مال تحسین، اینم مال شوهر خواهرمه. این مال شوهر خواهرته، اینم مال تحسین. آی نه دارم میگم این مال تحسین، اینم مال شوهر خواهرم. شوخی میکنم بابا. باشه. بفرمایید بابا بزرگ جون. ممنون. دست درد نکنه دخترم. نوش جون آقا حیاتی. هی آقا نگو بگو عمو جون. نوش جون آقا عمو حیاتی. این مال من. دختر فکر کنم همه چی رو قاطی کرده. اینه. آی عشق دیگه، چشمش دنیا رو نمیبینه، فقط عشقش رو میبینه. ممنونم. خواهش میکنم. خدایا سوختم. داره دیده میشه. سوء قصد پشت سوء قصد. رابطه بینشون خیلی پیچیده است. ای بابا باورم نمیشه. قهوه نمکی خوردنم کم نبود، تازه تنم هم سوخت. چیکار کنیم؟ رسم دیگه. چی رسم شیطون بلا؟ سوزوندن دومات؟ خب نه. ول کن خودم انجامش میدم. بیا ببین من باید حلش کنم. تو داری چی کار میکنی؟ اوف لعنت بر شیطون، لعنت بر شیطون. بذار یکم دیگه برسم. داری چی کار میکنی؟ ببین اون شوینده است، با آب شسته میشه. الان یه خورده آبم میریزم روش. اینجوری صبر کن ملکه، صبر کن. تو داری چی کار میکنی؟ خیلی خوب وایسا. وایسادم. تکون نخور. تکون نمیخورم. خوبه. باشه. مهمت میخوان دختره رو خواستگاری کنن. بریم تو رو خواستگاری کنیم.
خب مگه چی میشه؟ اگه یه عروسش مدیر روزنامه باشه، یه عروسش هم فالنویس باشه. کسایی که با شاهزاده های آقای حیاتی نامزد میکنن همشون واسم خبرنگار میشن. ببین اگه این حرفو بازم بزنی خودمو میکشم. یه ریز داری قر میزنی دختر. تا مهمت اون دختره رو رد نکنه همش قر میزنم. به خدا دختر خاله نگی که نگفتم. من هر کاری میکنم تا اون دختر رو از اینجا دک کنم. میخواستم بگم ولی اصلا دلم نمیخواد. خیلی خوشگله دختر، خیلی خوشگله دختر خاله. عزیزم اون تحسین رو تور کرده، تو رو نمیبینه. موندم اون دختره فالنویس چطوری آدمه مغروری مثل اونو تور کرده. ببین من اینو نفهمیدم، هم داری بهش توهین میکنی و هم این همه. صبر کن نکنه با مهمت. آها پس واسه همینه انقدر باهاش لجی. خب مهمت کاری به اون دختره نداره، ولی به نظرم این دختر از مهمت خوشش میاد. یه سال تو دفتر روزنامه است، قشنگ حسش میکنم که همش با حسرت بهش نگاه میکنه. فکر کنم عاشقش شده انگی. آها پس حالا دلیل دشمنی تو رو فهمیدم. یه چیزی بگم دختر خاله، به نظرم ممکنه همونطور باشه که ما فکر میکنیم. زودتر میدیدمت انقدر درد نداشت. ای کاش میتونستم کنارت باشم. ای کاش. این کیه دیگه؟ ترکیه بیدار شو، بیدار شین ملت ترکیه. طوفان برلینی رو داغون کردن. ملکه ازم خبر تهیه کن. ملکه منو تو روزنامه چاپ کن. اون گفت ملکه؟ هی داداش تو ملکه رو از کجا میشناسی؟ داداشم تو ملکه رو نمیشناسی؟ میشناسم اما الان اینجا نیست. من با اون کاری ندارم. پس با کی کار داری؟ با انیشته کار دارم. انیشته. خب دیگه حالا که قهوه‌مون رو خوردیم و نوش جان کردیم، بریم سر اصل موضوع. قربان به دستور خداوند و سنت پیامبر دخترتون ملکه رو واسه پسرمون مهمت خواستگاری میکنیم. نظرتون چیه مامان عروس؟ دادم رفت. چرا به اون میگید؟ بزرگ خانواده منم، باید از من بپرسید. خب از شما هم میپرسیم دیگه عمو جون. نمیشه، باید اول میپرسیدی. نمیخوام. ای بابا. بابا بزرگ عزیز و مهربونم، اگه تو ندی من اصلا ازدواج نمی کنم. برای تلویزیون روشن کنم؟ اگرم تو بدی من زن این بی سر و پا نمیشم. بینندگان عزیز، اولین شماره ترانه‌های تاپ امروز از دیوای ترکیه پریهان ایشیک هستش. ترانه‌هایی که با گم شدن دیوا حسابی سر و صدا به پا کرده و روزهای زیادی که فهرست نخسته. من این زنه رو میخوام. اما حیاتی این زنه واسم خواستگاری کن. خواستگاری آروم باشم و چی کار میکنی؟ اون پیرمرده. مامان کذیبه، ما دیگه بریم. بلرم گرفتیم. باشه صبر کنین، هنوز مونده. واسه نامزدی تاریخ تعیین نکردیم. میخوام نامزدی رو تو سالن برگزار کنم. اون بود فرمانده. یادم اومد، زنی که تو خونه اسیر شده دیواست. دیوا پریهان ایشیک. چی؟ دیوای گم شده؟
دیوا رو دزدیدن. بیا. برو کنار، برو. چی شد؟ بریم ببینیم. از خونه ما بود. از خونه ما بود. دیشب آخرین بار دیوا. دیوا اونجا بود. من چطور اومدم اینجا؟ شما سرهنگ صبح بخیر. نفرمایید. چه صبح بخیری؟ دیشب زدین تو سرم و بیهوشم کردین، الان خجالتم نمیکشین میگین بفرمایین؟ به سرتون زدین؟ ما؟ آره، وقتی کشف کردم این زنه رو دزدیدین. کدوم زنه سرهنگ؟ دیوا که روزهاست دنبالشن. دیوا؟ سرهنگ این صندلی خالی. صندلی خالی؟ دیوا این دیواست، روزهاست دنبالشن. اینه دیوا، اینم دیوا خانم. دیوا یه چیزی بگین خانم محترم، یه چیزی بگین لطفاً.
سرهنگ، تو باز چی کار کردی؟ داروهاتو نخوردی مگه نه؟ دیروزم پلیسا رو آورده بودی دم در خونه، الانم صندلی خالی رو بشکن. مگه اونجا کسی هست؟ نه. ای وای دخترم، من از دیشب تا حالا همه جا رو دنبال این کبوتر میگردم. شما کبوتر منو برداشتی نره؟ ولی اینجور کارا نکنین دیگه. صبح بخیر آبجی کیبار. صبح بخیر تحسین. وای از این نونا. بشینم رو صندلی خالی خالی بخورم باشه؟ راحت باش عزیزم. پنیر سالادی من میخورم. مگه میشه بلام گرسنه بمونه ها؟ بگیر ببینم. بله دخترم بیا بریم پیش بابایی. ما دیگه باید بریم. ما رفتیم. خدافظ. آی نمیخوام سرهنگو اینجوری ببینم، گناه داره به خدا. یعنی الان با خیال راحت میتونم برم سر کارم مامان کذیب جون، مگه نه؟ دقیقا همونطور که دیشب صحبت کردیم به کسی قضیه دیوار رو نمیگیم باشه؟ دقیقاً همونطوری که دیشب صحبت کردیم. شما نامزدی میگیرین، اونم تو تالار. منم از دیوا پیش کسی هیچ چیزی نمیگم. مامانم به روستا زنگ میزنه، به سنداداشم اینا میگه که سریع. ساکت باش مامان. ببین یه توافقی کردیم، اگه حتی به یه نفرم بگی والا به خدا نامزدی نمیگیریم. آره حتما منم از ملکه جدا میشم. این چه حرفیه دیگه؟ توبه کن پسر. شوهر خواهر مگه میشه همچین چیزی؟ شما عاشق هم دیگه این؟ تکون نخور. تکون نخورم. باشه. نه. باشه. باشه پس. همینطوره ولی بالاخره عشق و اینجور چیزم تا یه جایی دیگه خواهر زن. خب اگه بیمارستان از دستم بره اعتبارم، شخصیتم همشون نابود میشه. اون موقع من به ملکه نمیگم بیا با همچین آدمی ازدواج کن. نمیتونم. نه نمیتونی مامان. مهمت خیلی مغروره، حتما ازم جدا میشه. برو دیگه، انقدر حرف نحس و بد نزن دیگه. به هیچ کی هیچ چیزی نمیگم. حتی اگه زجرم بکشم به اون جاری بیشورم که هیچ چیزی نمیگم. نه آره برین، به آرزوهاتون برسین. برین. مامانم چیزی به کسی نمیگه. حرف تو عملی میکنی نه مامان جون؟ البته که عمل میکنه، مگه میشه نکنه؟ بالاخره اون مامان کذیبه کیه؟ مامان خوبم. دقل بازو. چند روز دیوارو بغل دستم نگر داشتین نبینم. برین سر کارتون، زود باشین دیوونه ها. آبجی بابا بزرگم با تو. درسته با من. زود باشین برین، این کفتر شپشیرم از اینجا ببرین. زود باشین، عجله کنین. خداحافظ. دخترم نباید قضیه دیوا لو بره، اما نمیدونم چجوری. بزن قدش. اینم رفت کردیم انگار. آره به خدا. خب راستش راه حل سرهنگ واقعا فوق‌العاده بود.
انگار تو لحظات بحرانی بد نیستم. بد نیستم یعنی چی؟ تو واقعا فوق‌العاده‌ای دختر. بزرگترین بحران رو تو رفع کردی. هنوزم نفهمیدم چطور بله گفتی به نام زدی. یعنی نمیشد یادم نندازی مگه نه؟ آره خب اون تضمین رو دادم، ولی چی کار کنم؟ اون لحظه اونقدر وحشت کردم که فکر کردم همه چی رو فهمیدم. منم گفتم بله نام زدم. والا خواستگاری رم نمیخواستی، ولی الان دیگه نامزد میکنیم. آره، حالا که یه بازی رو شروع کردیم باید تا آخرش بریم. فقط یه بازی. بازی که مجبور شدیم. شیطون بلا. خب دیشب ممکنه زیادی درگیر این بازی شده باشی. میدونی که چی میگم نه؟ قول میدم دیگه نشه. بالاخره میدونی که من نامزد دارم و من فقط شریک بازیم. دقیقاً همینطوره. خب پس بریم دوست من. دوست خودتی. تو دوستی، فهمیدی؟ بابا بزرگ چه خبر؟ چیکار میکنی؟ چیکار میکنم؟ نشستم. ها خوبه بشین دیشب چیکار کردی؟ چیکار کردم؟ چی کار باید بکنی دیگه؟ خوابیدی؟ یادت نیست؟ خوابیدم. سوار هواپیمام نشدم. نه نشدی. دیشب چیزی عجیب و شگفت‌انگیز اتفاق نیفتاد. خب خوابیدی، فقط خوابیدی. فهمیدی؟ درسته. چه خبر مامان؟ خبر خاصی نیست. تو چه خبر؟ میگم بریم پیش آبجی کیبار واسه قهوه خوردن اینا. چیزا هم میبینیم. دختر با در قابلمه میزنم تو سرتا. دهنتو ببند و بشین. من با اسیرا کاری ندارم. این چه حرفیه مامان؟ شوهر خواهر مهمتم توضیح داد دیگه. عشق واقعی اما حیاتی در اصل دیوا بوده، یعنی اون اسیر نیست، واقعیه و زن اصلیش هم همونه. من حالیم نیست. هر کی عقل داره اون زن اصلیه. یعنی بابامم عقدش با توه ولی؟ زود باش آماده شو. میخوایم بریم واسه نامزدی یکم خرید کنیم. یه چیزایی بگیریم. عجله کن.
زندگی بدون عشق و دوست داشتن بیشتر شبیه به یه سرابه. سرابی که هیچ انتهایی نداره. وقتی یه آدم حس زنده بودن میکنه که عاشق بشه. دوست داشتن آدما با توجه به نقصاشون تو لحظه اول یه چیز خیلی رمانتیکه، ولی اون نواقص اگه تو روح عشقتون باشه، عشقتون در برابرش فقط درد میکشونه و بس. چه خبر شما؟ خوبین؟ من جنتم. هرچند دیشب با هم آشنا شدیم ولی شاید تو اون به هم ریختگی از چشمتون در رفته باشم. اون امکان نداره. ماشاءالله به زور میری تو چشم آدما. دارم میگم اون آبجی خبرنگار کوچولوی منو که دیدین مگه نه؟ ماشاءالله عزیزم، شما مادرشین؟ صبح بخیر. ببین بابامو گذاشتم تو خونه، بعضی وقتا بهش یه سر بزن. باشه با من. شما اصلا نگران نباشید، منم امروز تو خونه کار میکنم. حواسمون به بابا بزرگ هست. آره، یعنی با سرهنگینا روبرو نشه، مواظب باش. تو اگه نمیگفتی مواظب نمیشدم. امر دیگه ای نیست؟ فعلا نه. خب سفر شما کجاست انشالله؟ ما گفتیم یه سر بریم بازار بزنیم. فامیلای ما خیلی دهنشون بازه، هر چی خواستن میگن، واسه همین بریم برای داماد یه دست کت و شلوار بگیریم. ازش پرسیدی؟ یعنی مهمت خوشش میاد؟ خوشش میاد. دستگیره های قابلمه غزل نخونن از بیرون در. مامان را بیفت که بریم. برو، گن زدی به همه چی. کیبار، این زنه با من چه مشکلی داره ها؟ یعنی این زنه دیگه داره خیلی زیاده روی میکنه. این دفعه دیگه حسابش رو میرسم. تو ازش ناراحت نشو آبجی دیوا. اون شوهرش با یه زنه فرار کرده و رفته. آی بمیری تو حیاتی ایشالله. باعث شدی منو با زنای اینطوری یکی بدونن. به خدا ببین منو، تو هم به جای نوشتن این کتاب یه کتاب دیگه بنویس. یه کتابی بنویس که به درد این زامبیا بخوره. فهمیدی؟ زندگیم قبل اینا درباره زنایی می نویسم که با وجود همه اینا عاشق اون زامبیا هستن. تمرینو واسه پونچیک آماده کن آبجی دیوا. آقا حیاتی داره زنگ میزنه. گفتم جواب نده کیبار. تا اون زنشو طلاق نده من بهش جواب نمیدم عزیزم. دیگه با توجه به این اونو دوست ندارم. باشه با من. برج دوقلوهای عزیز، مریخ سیاره جنگ وارد برج دوقلوها شده. الان وقت پاک کردن اشکاست و تصفیه حساب کنید با کسانی که جگرتون رو سوزوندن. مثلا اون آدمی که بهتون درد داده. اگه تو راتون گلم بریزه به روش نگاه نکنید. ای عروس هیله‌گر، میکشمت. وقتی مهمت اومد اینجا بفرستینش پیش من. الان وارد شدن قربان. آها. تو عروس هیله‌گر حقه باز. ببینم چی شده؟ چرا عموم انقدر عصبانیه؟ من تو جبهه عموتم. آخه ممکنه باعث یه بحران کوچولو شده باشه. خب شما یه بار داخل تشریف بیارین، من بهتون نشون میدم که بحران کوچیک چیه. چه خبره؟ برو تو. برو تو. این چه کوفتی؟ الان این چیه؟ خب یه فاله. آها. با کسایی که حالتون رو گرفتن تصفیه حساب کنید. خب پریم حتی امروز بهم نگاه هم نکرد، حتی به تماسم هم جواب نمیده. یه توافق کرده بودیم با هم. مگه قرار نبود پری جون اما با فولاد مدیریت کنی؟
من یه توافق کردم واسه مخفی کردن رازتون، نه اینکه زن بیچاره رو روی انگشتتون بچرخونیم. در ضمن باید یادآوری کنم که بعد از بیهوش کردن سرهنگ بیچاره فعلا به خاطر منه که اوضاع آرومه. فهمیدین چی گفتم؟ وای وای، یعنی تو منو الان داری تهدید میکنی؟ یعنی داری به من میگی که من میرم به سرهنگ میگم؟ ولی نه. خب یعنی نمیشه دیگه. یه چیزی بگو پسرم. راست میگی عمو جون، باید یه چیزی گفت. بزن قدش. چیه عمو؟ باید تاوان این کاراتو پس میدادی دیگه، مگه نه؟ همچنین اگه تو چشمای این ببر قرن نگاه کنیم، اینا هنوز روزای خوبه تو هم. خب دیگه شیطون بلا، تو برو به مصاحبات برس، منم میرم پیش مریضم. فعلا عمو جون. ولی مامان این دیوام راست میگه. اگه شوهر خواهر مهمتم از خریدامو خوشش نیاد چی؟ مگه میشه خوشش نیاد؟ نمیدونم. خب میخوای بذاریم خودش بیاد انتخاب کنه، چطوره ها؟ ها؟ شایدم خبرنگاره توی بیمارستان باشه، اونم میگیریم. خب پس دامادم میبینیم، یه سر به عموی دامادم میزنیم. ببخشید ما منصرف شدیم، میتونید از اینجا چیز کنید؟ ما میخوایم اینجا بریم. وای دخترم. ببین بیماری که تو این اتاقه 4 بار عمل شده، همشون هم کار تو بوده، مگه نه؟ آره همینطوره. بیا ادامه بدیم. چرا لبخند میزنی؟ آخه به امتحان عموم با شیطون بلا فکر کردم. تو مثل یه بچه گربه‌ای که یه ببر خیلی خشن درونشه، نه؟ تو هم کاملا برعکسیا، اینطوری کلی فکر میکنی بعد بله میگی به نامزدی تالار. اگه یادم نمینداختی نمیشد، مگه نه؟ باشه قبول کردم که نامزدی رو تو تالار بگیریم، اما گفتم که خانوادت برگردن روستا. در ضمن اینا همش یه بازیه. الان چیزی که من میبینم و تو هم میبینی؟ نمیبینم ملکه، نمیبینم. اگه تو میبینی یعنی زدی تو فاز سرهنگ. من جدیم ای بابا. اوف اوف، تازه داشتیم راحت میشدیم. داداشت از کجا پیدا شد؟ چه بدونم بابا. داداشم. اوف داداش جون. توفان برادر، الو. اوه انگار شیرجه رفته تو الکل. این چرا اومده اینجا؟ از آفیون تا اینجا چرا اومده ها؟ ببین اگه داداشم به کسی گفته باشه که شوهر خواهرم مهمته چی ها؟ نه عزیزم، فکر کنم خیلی الکل خورده، فشارش پایینه. وای، خواهر خبرنگار، میبینم آقای مستمونم اومده. شما با برادرم آشنا شدین؟ آره آشنا شدیم. من ایکنو رو موقع رفتن دیدم، عین فیتیله اومد، داد میزد شوهر خواهر شوهر خواهر. نه بابا، تحسینم اینجا نبود. چیزی جز شوهر خواهر گفت؟ مثلا چی باشه عزیزم؟ من مثلا مادر شوهر، نه ولش کن، خواهر زن میشه؟
برادر زن ممکنه باشه. هم خوشگله هم ناز. ببین اصلا هم محدودیت نداره. چرا مست کرده؟ آخه کنجکاو شدم، واسه همین پرسیدم. چیزی گفت؟ نه، گفت دنبال شوهر خواهرمم، فقط همینو گفت. خب ما هم کنجکاو شدیم که چرا اینجا دنبال تحسینه، ولی والا منم کنجکاو شدم چرا اینجا دنبال تحسینه، ولی از قدیم گفتن نامه نباید خوند واسه آدم منفی باف و مست. خب زنگ میزدی به شوهر خواهرش تا میومد میگرفتش؟ زنگ زدیم پسرمو، زنگ زدیم، ولی تحسین خان جواب نداد. حقم داره. پیش منم اگه همچین دختر خوشگلی باشه خیلی خوب شبو میگذرونم و منم گوشیمو جواب نمیدم. آره خیلی شب رمانتیکی بود. خیلی خوب، تا دیگه برو به کارات برس. آره من یه عمل دارم، ولی قبل عمل میشه شمارمو بهت بدم؟ هیچی لازم نداریم، نگران نباش. من اینجام، تحسین اینجاست. وقتی ما اینجاییم به چیزی نیاز نداریم. باشه؟ حالا برو دیگه، برو به کارت برس. برو دیگه، ما هستیم. برو. انگین، تو برو به کارت برس. خیر باشه ایکنور. بعد دیشب فکر میکردم یکم صحبت کنیم، ولی تو به خبرنگار پارتی باز و برادر مستش برس عزیزم. خیلی خوب باشه. شوهر خواهر؟ شوهر خواهر شما برین، من چیز میکنم، یعنی حلش میکنم. داداش جونم، داداش عزیزم. میخواییم ما بریم با هم صحبت کنیم؟ بریم. آروم باش. بیمارستانه به این بزرگی واسه داماد منه. افتخار کردم. چقدر خوش‌تیپه. جلو تو نگاه کن پسر. خیلی خوش‌تیپه. خوشم اومد. بریم بپرسیم داماد کجاست. بریم. نه برادر من، اینجوری بنویس رو گلا، اینجوری بنویس پری جونم در حسرتت مثل شمع آب میشه. بعد اینکه برادر ملکه رو به هوش آوردم میریم تو اتاق صحبت میکنیم. عزیزم راستش من یکم فکر کردم موضوع دیشب چیزی نیست که بشه سر پا در موردش حرف زد. میخوای امشب برای شام بریم بیرون و حرف بزنیم؟ اینطوری بهتر نیست؟ نظرت چیه؟ من اومدم شوهر خواهرم رو ببینم. خانم محترم، چقدر خوب شد که شما رو اینجا دیدم. خوش اومدین. ممنونه. دخترم جنت خانم، ماشاءالله چقدر خوشگل شدی. ماشاءالله. خب چی باعث شد شما اینجا تشریف بیارین؟ خوش اومدین. سلام، حالتون چطوره؟ داماد جونم.
شوهر خواهر، انگار اومدین دیدن طوفان. مگه طوفان چی کار کرده؟ شوهر خواهر کجاسون ها؟ خدا بگم چی کارت کنه پسر یه احمق عوضی آشغال. کی از آفیون اومدی که عرق خوردی پسر دیوونه؟ مامان میخوای چند لحظه وایستا؟ وای نمیستم. فکر کردم این کارا رو اوکی کرده و داره میاد خونه. حل کرده دیگه. حل کردم مامان. یعنی چی حل کردی؟ سهم و رزموت گرفتی؟ گرفتم مامان. آره پیش من. پس چرا مست کردی پسر یه آوازی؟ مامان من بعد از اینکه رفتم کارو حل کردم رفتم ترمینال. اونجام توی ترمینال یه نفری به هم آب داد. بعدشم سم بوده. چتونه میگه با دامپایی بگیرم مامان بزنم کسی به چی کار میکنین؟ اون حالش خوب نیست. فشارش افتاده. مامان شما چرا اومدین؟ چرا اومدیم؟ گفتیم بریم خرید واسه لباسای نامزدیتون. گفتیم اگه داماد خوشش نیاد خودش انتخاب کنه. ره خب شوهر خواهر، ما از سلیقه مردونه خیلی نمیفهمیم. تو هم بیا دیگه با هم لباس نامزدی و اینا تو بخریم. چه لباس نامزدی؟ من لباس نامزدی نمیخوام. زحمت نکشین. در ضمن باید به مریضان برسم. نه بی خیال مریضا پسرم. شما برین خرید لباس نامزدی و عروسی و این چیزا رو باز خودتون بخرین، مگر جنازمون میره از اینجا بیرون. اما میگم عمل دارم. نمیفهمی؟ یه فکری اومد به ذهنم. شما طوفانو بگیرید و برید. بالاخره اینا شبیه همن، مردن دیگه. این انتخاب میکنه، سلیقه هاشونم یکیه دیگه، مشکلی پیدا نمیشه. سلیقه هامون شبیهن. خب یکم چیزای ساده تر انتخاب کنی واسم بهتره برادر زن. نه بابا، کپه مرگشو بذاره. این فشارشم رفته بالا. رفته بالا؟ آره بالا رفته بود. بهتره منم ببینم فشارش در چه وضعیه. خیلی خوب بذار ببینم. آره خب فشار طوفان رفته بوده بالا، اما الان حالش فوق‌العاده است. شما طوفانو ببرید خونه، منم واسه دیدن لباس نامزدیم بی‌صبرانه منتظر. شوهر خواهر، قبل از رفتن میخوام بگم که دوستی نداری که ما رو با هم آشنا کنی؟ دکترم باشه اشکالی نداره. مامان چرا نیشگون میگیری؟ دارم حرف میزنم. ای تو چرا میزنی؟ دخالت نکن. خب شما بفرمایید، من بدرقتون میکنم. بفرمایید بدرقتون میکنم. بفرمایید. دختر خانم میشه بیاید. میکنم حقته. بیا. ای خدا من چیکار کنم؟ خیلی خوب برو دیگه. خیلی ممنون. برو خدا شفات بده. ممنون شوهر خواهر. خدافظ. دکشون کردیم نه؟ دکشون کردیم. من یه سر به مریضی بزنم که قراره عمل بشه.